سرخط خبرهای مهم. از قید حربی نگذشت و از شهروندی محروم شد. آثارخانه عینی در فهرست مکان‌های سیاحی بخارا و بازداشت باز یک ریکتیور مهاجران تاجیک در روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز پنجشنبه 12 دکبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت باز یک مرد خبر داد که به آزار و اذیت مهاجران تاجیک مشغول بوده است. شهریار جباروف ساکن 25 ساله شهر دوشنبه به آن متهم می شود که به واسطه فشار و تهدید و زورآوری در حدود ولایت مسکو روسیه از چند مهاجر تاجیک پیوسته در حجم از 5 تا 20 هزار روبل پول می ستانده است. جباروف خود را همچون محافظ مهاجران تاجیک نشان داده، ولی به گفته مقامات هر نفری که از گپش بیرون می رفته است با رفیقان خود با راهی فشار و لطوکوب از آنها پول می گرفته است. در برنامه تلویزیونی وزارت که روز 11 دکبر نشر شد، چند از جبردیدگان شهادت دادند که جباروف به حیث نگهبان یا سمتریاشی در این منطقه باید از هر تاجیک 50,000 روبل سوم می گرفته است. در صورت موفق نشدن به گفته جبردیده ها، جباروف با لطوکوب و تهدید مرگ از آنها پول میستونده است. خود شهریار جباروف ضمن بازپرسی که معلوم نیست در چه شرایطی ثبت شده است اقرار می شود که مهاجران تاجیک را از جای کارشان پیدا کرده با تهدید و زوری پول می ستاند. حالا شهریار جباروف در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش پرونده جنایتی آغاز شده است. آثارخانه صدرالدین عینی سردفتر ادبیات معاصر تاجیک در ساکتره ناحیه غیردوان به فهرست مکان‌های سیاحی ولایت بخارا داخل شده است. در این باره از سفارت تاجیکستان در شهر تاشکند روز 11 دکبر خبر داده است. این اقدام در عرفه جشن 150 سالگی فرزند برومند خلق تاجیک استاد صدرالدین عینی تحفه مناسب می باشد، نوشت سفارت در صفحه فیسبوکیش. به اطلاع منبع رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف قرار را در این زمینه روز 5 دکبر امضا کرده است. رادیو آزادی سال 2023 درباره وضع آثارخانه صدرالدین عینی در ساکتره گزارش داده بود. صدرالدین عینی مؤلف ده‌ها اثر منظوم و منثور تاریخی است که در نشریات تاجیکستان چند سال پیش آن را در کلیات 15 جلدی منتشر کردند. ماه سپتامبر سال 1998 با فرمان رئیس جمهور تاجیکستان با او عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد و عکسش بر روی پول 5 سومانی جای گرفت. در ازبکستان هم او را همچون سرآمد ادبیات نوین این کشور میشناسند. دولت علی سعید رئیس ولایت ختلان سال 2025 را همچون سال فرهنگ کتابخوانی اعلام کرده است. این تدبیر به خاطر جلب مردم به کتابخوانی و کتاب دوستی گفته می شود. اما برخی از ساکنان از محتوای کتاب‌ها در سالهای اخیر چندان راضی نیستند و برخی دیگر باشد گرانی نرخ کتاب را یک سبب کم شدن توجه به کتاب می‌دانند. من اگه باور کنی آخرین سالا همین ایپشتی زندگی شده باشه کتابخوانی هم یادم رو. شاید اکنون چیکار کنم اگه زندگی همین اگه مهنت میکنی که وقت توغریش بگم من خدا را شکر هر روز کتاب میخونم. اگه جامعیت اگر حیات بگویی که برای پیشرفتش همه وقت علم و دانش لازمه. به علم و دانش یگان قدم زدن حتی امکانیت هم نداره. دانشی روشنی است. تاریکی یگان چیز دیده نمیشه، پیشرفت هم نمیشه. Я думаю, очень хорошо. Это очень хорошее как мероприятие, или как сказать, это вообще это правильно. Немало книг прочитала всяких. И сейчас читаю. Очень нужно читать. В телефоне это не то. Я так думаю, молодежь, что она читает как в телефоне, наверное. Вот, бахшиш. اومد خودم فکر تاریخ واقعا بود که دیگه میدونم خیلی چیزا کنشنا خوده داره برای نسل نوراس خوبه. با این کتابای تاجیک مثلا کتاب تاجیکان هم بخونم. اگه ما امروز گپ در ناحیه دوردست ناحیه بالجان مثلا هم کتابای هم درستین که 8 تا وقتی ماده باز نفقه مثلا وای پوچم وای اندیوال مثلا هم نفقه را میگیریم شروع هم بخونیم میکنیم زندگی کتاب خیلی که همه نویرو میخونن بچه‌ها میخونن مثلا تمام کتابی که جناب ولی پیشنهاد کرد میخونن مثلا ما چشممون قند نمیذاره راست با کتاب بازی مثلا اینجوری که مثلا میخونن نویرو میخونن مثلا حالا حقیقت نخویده دورا تو با سلامتی با آدم مثلا با شورناکی با همه چی همه با سواد میکنه آدم مثلا وای میکنه برای همین جوانان با پیشرفت تاجیکستان میشه با یکدیگر فهمی میشه مقصد که
خواندن، سواد گرفتن، علم گرفتن، این با عقل ترین انسان بعد میشود در جامعه. مثال با یگان کارهای غیر دست نمیزنن جوانان. این پیشروی در من وقتی کتاب خوندیم خیلی کتابای بیشتر مثال گذشتگوی تاریخی قدیم خوندیم سال وقتی که ما بودیم. مثال که با نصیحت میکنیم نویرا را برای بچه‌ها را برای درست برای خوب روان. مقصد ما همین است که پیشرفت تاجیکستان شو گپای خوب زنن یگان رفتاری بد به هر گروه‌های چی خوش نه. یگان فکر ندارم که در ولایت ساخالین روسیه یک شهروند 20 ساله تاجیکستان را که خود را در قسم حربی ثبت نام نکرد از شهروندی روسیه محروم کردند. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده است. نام این جوان آورده نشده است، اما گفته می شود او هنوز 3 ماه قبل ماه آگوست سال روان شهروندی روسیه را گرفته بود. قرار درباره بیکار کردن شهروندی او را ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی در روسیه صادر کرده است. شناسنامه روسیه که به این جوان داده شده است به اعتبار دانسته شد و او موظف است قلمروی کشور ما را ترک کند، زیرا وی اساسهای قانونی بود و باشد در آنجا از دست داده است. آمده است در اظهارات مقامات. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بقیه‌گیری حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم کردن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً با مهاجران از آسیای مرکزی دخل دارد. در ماه سال گذشته رئیس کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه الکساندر باسریکین پیشنهاد کرد تا مهاجرانی که در جنگ علیه اوکراین اشتراک کردن نمی‌خواهند از شهروندی محروم کرده شوند. پس از این اظهارات رئیس کمیته تفتیشات ریدها علیه مهاجران در روسیه بیشتر شد. نیروهای امنیتی مهاجران شهروندی روسیه داشته را بازداشت کرده در ارتش ثبت نام کردند. ماه دکبر سال گذشته گزارش‌ها به نشر رسیده بودند که شهروندان خارجی برای سرکشی از ثبت نام حربی از شهروندی روسیه محروم شدند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. ساختمان اولین خطهای راه آهن در حدود تاجیکستان امروزه هنوز سال 1897 از 109 کیلومتر راه در حدودهای ولایت سوغد امروزه شروع شد. 10 سپتامبر سال 1929 از راه نوبنیاد آهن سمت ترمیز دوشنبه اولین قطار به پایتخت تاجیکستان رسید، ولی تاریخ بنیاد وکزل نخستین راه آهن دوشنبه سال 1936 است. بنای امروزه آن سال 1963 ساخته شده است. راه آهن در سالهای استقلالیت تاجیکستان حرکت مسافران را به سمت ازبکستان، قزاقستان و روسیه فراهم کرد، ولی نقشه‌های پیوستن به شبکه‌های راه‌های آهن بین‌المللی هنوز روی کاغذ می‌مانند. 12 دکبر سال 2014 تغییرات نو در قانون درباره انتخابات مجلس عالی به اجرا درآمد که از نامزدها به عضویت مجلس نمایندگان سپردن حتمی امتحان زبان تاجیکی را تقاضا می‌کند. طلبات قانون با سوادانه نوشتن ترجمه حال، خواندن متن و 10 دقیقه آزادانه صحبت کردن را با زبان تاجیکی طلب می‌کند. زبان تاجیکی در تاجیکستان از سال 1989 مقام دولتی دارد. نتیجه های یک تحقیقات بنیاد اطفال سازمان ملل متحد معین کرد که در تاجیکستان 12% کودکان شهادت نامه تولد ندارند. نتیجه های تحقیقاتی که 12 دکبر سال 2013 اعلان شد با بالا بودن آمار اطفال بی‌سند در منطقه های شهرنشین اشاره می‌کند. بسیار همسری و بی‌پدر کلان شدن کودکان و دستنگری عائله ها از سبب‌های اساسی این مشکل بوده است. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 105 سومانی، 100 یورو به 1148 سومانی و 100 دلار را به 1093 سومانی مقرر کرده است. فرصت جدا نموده برای برنامه به انجام رسید. تا فردا در همه وقت و ساعت. خدا نگهدار.